5 январ سال 2023 در نویه مشچوی ولایت سوخت چایخانه به کام آتش رفت که نوار آن به شبکه‌های اجتماعی روی افته مورد توجه قرار گرفت. طوری از خدمات آتش نشانی نویه مشچو بعضی پلیس اطلاع دادند سوختار تخمینا ساعت 15:00 در چایخانه جماعت دیهات مشچو سر زده مساحت آن 60 متر مربع را فرا گرفته است. نعمت ایدیزاده سردار خدمات دولتی آتش نشانی نویه مشچو گفت که این چایخانه از سالهای شوروی بیکار خوابیده بوده فعالیت نمیکرد و از سبب آن که با چوب بنیاد یافته بود علنگه آتش زود مساحت زیاد را احاطه کرده است. حالا تحقیقات ادامه دارد و سبب و عامل‌های سوختار معاین کرده می شود. نعمت ایدیزاده گفت به مورد است که تنها در ماه دکمبر سال گذشته در ولایت سوخت 10 حادثه سوختار به خیر گرفته شد.